انسولین را اکثرا به صورت تزریقی میدیم و ممکن بعد از اینکه انسولین را میگیرین اگر مقدارش زیاد باشه گلوکوز یا قند خونتان پایین بیایه و وقتی که قند خون پایین میایه باعث میشه که قلبتان تیز بزنه و یا که دستایتون بلرزه. در این صورت باید یک چیز شیرین بخورین که قند خونتان بلند بره. و در مورد کسایی که نزدیک است که حمل خود زایمان کنن زودتر، اینا باید بر علاوه از که پیش دکتر متخصص میرن، این تحت نظر یک شفاخانه باشه تا کسی که اندوکراینولوژیست متخصص اندوکراین است در این مورد نظر بده و این مالتی دیسیپلینری اپروچ است. و در مورد وقت زایمان اینا باید نظر داده شوند که در وقت زایمان باید تحت نظر دکتر باشه که آیا چه وقت قرار است که زایمان صورت بگیره و دکتر احتمالاً نحوه های زایمان را هم خواهد گفت. ممکن است نیاز به عملیات شود یا شاید نیاز نباشه.